پاستا آلفردو. پاستا آلفردو نامی جدید در سبد محصولات متنوع آن است. همنشینی پاستا، خامه، قارچ و پنیر و سایر ترکیبات طعمی بۀادماندنی برای این پاستا ایجاد کرده است. این محصول برای انبارش، حمل و نگهداری نیاز به نگهداری در یخچال ندارد. پاستای آلفردوی چیکا کاملاً آماده مصرف است و تنها لازم است به یکی از این سه روش گرم شود. مایکروویو. در ظرف را جدا کنید و به مدت 3 دقیقه در 700 وات حرارت دهید. فر. ظرف را به مدت 10 دقیقه در کمترین دما قرار دهید. آب جوش. ظرف را به صورت دربسته به مدت 10 دقیقه در آب جوش با شعله ملایم قرار دهید. این محصول با ماندگاری 6 ماهه در حجم 285 گرمی با تعداد 30 عدد در کارتن و 5 عدد در شیرینگ به بازار عرضه می شود.